یک پارچه زمین خالی در دهه مرغوبی ناحیه همدانی. بعضی‌ها تشنه خانه‌سازی در اینجایند. ساکنان اطراف در تلاش بنیاد مکتب. وقتی که مشکلات ده بسیار به طور مقصد سوید نداشتیم، سویدامون حل شد، راهمون به راه را ساز کردیم. بعد شنیدیم که جرا جایی اوچسکه دادن. بعد برای امو اوچسکه تقسیم کردن می آمدن، ما که خلق می‌خواستیم چیزاشون جمع می‌کردن می‌رفتن. این سنگ را هم کسی برای ساختن خانه آورده است. مردم میگویند زمین را برای مکتب نگه می‌دارند. حالا کودکان مرغاب تا 2 کیلومتر راه را گذشته به مکتب دهه همسایه می‌روند. میگویند از یک سو راه دور است، از طرف دیگر در یک میز تا 3 نفر می‌نشینند. این مکتب بسیار خرد می باشد. برای 300 نفر خوانندگان تشکیل کرده شده است، اما در این مکتب از 300 نفر زیاد می خوانند. برای جای نشست، درس تیار کردن بسیار تنقیسی میکشیم. با وقتی که ایلاوگی میخواستیم برویم خانه دانش خود را صیقل دهیم، متاسفانه برای ما همه شرایط مهیا نبودند. در مکتب رقم 44 کودکان 2 دهه تحصیل میکنند. خوانندگان میگویند برای صاحب میز و کرسی شدن باید 1 ساعت پیش به درس رفت. یه خیلی طلبامون در چی خمسته درسش تیار میکنه، بعد طلبامون میگه بیا دبر میشه جوان تنگه، بعد در جا چی خمستن چی میکنه. در حکومت ناحیه همدانی مشکل را تصحیح کردند. مدیر شعبه معارف گفت در ده مکتب میسازند، اما دقیق نگفت که زمین همین پارچه بحثی است یا در جای دیگر. زمین مکتب در پروژه پرداخت شدند که زمین اگر که تقسیم کنه باشه مقامات اجرایی چیز ندرست است. زمین جدا کرده پرونده زمین مونده شده در شعبه معارف پرونده قطع سرتیفیکات هست. فقط اون ساختمون باید از وزارت معارف قطع با کنش دیسپلینی قطع نقشه گرفتنی هست که این ساختمون مونده شده. تقسیم زمین برای ساختن خانه و انشاءات دولتی در منطقه های تاجیکستان چند سال باز به یک موضوع داغ و بحثی تبدیل یافته است. مثل ساکنان دهه مرغاب که نمیدانند در این پارچه زمین بالاخره خانه بسازند یا مکتب. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه همدانی. گزارشی که حالا دیدید چه خیلی بود؟ معقول شد یا نشد؟ میخواهید که اولین شده گزارش‌های ما را بینید؟ پس این تگمه را پخش کنید و آبونه شوید. شما اولین بیننده خواهید شد.